شاهین بنی احمد اونجا درگیر هست با علی نوری. حرکت، شوت محکم چاوشی، چهره چاوشی هست و این هم صحنه آرام که کارگردان مناقه کاظمی تصویر صحنه آهسته رو براتون نشون میدن. بازی رو ادامه میدیم. نعمتی نژاد، چاوشی و ناصری دور اطراف توپ هستند. حالا میسازه برای چاوشی، یک شوت محکم توی دروازه. چاوشی بالاخره دروازه رو باز میکنه. فوق‌العاده بود امروز چاوشی. استقلال شهرداری با گل چاوشی 1-0 جلو میفته. حالا با این گل استقلال شهرداری رشت تا این لحظه 7 امتیازی هست. چاوشی در این بازی از دقیقه اول فوق‌العاده بازی کرد. ضربه رو ببینید که به چه شکل داخل دروازه حریف جای میگیره. یار 24 ساله تیم ابو مسلم خراسان رضا عنایتی کارت زرد رو دریافت میکنه و توپ کاشته رو بازیکن‌های استقلال شهرداری حالا میفرستند. نعمتی نژاد برو دروازه داخل محوطه جریمه. فرصت حرکات میره که دروازه باز بشه و توی دروازه استقلال شهرداری 2-0 جلو میفته. شاهین بنی احمد زننده گل دوم استقلال شهرداری رشت هست. از روی یه توپ کاشته توپ به روی دروازه ارسال شد. میبینید صحنه آرام رو میبینید. اینجا پا ضربه شاهین بنی احمد و توی دروازه. حجازی و استقلال شهرداری رشت حالا 2 گله میشن. اونها 2 بازی پی در پی خانگی دارن. این هفته مقابل ابو مسلم که 2-0 جلوند و 3 امتیاز در اختیارشون هست و هفته آینده در همین استادیوم بازی با پیکان میتونه جهش خوبی باشه برای نماینده گیلان. آقای اجازه تبریک میگیم اولین برد استقلال رشت و بازی رو امروز چطور دیدید؟ خیلی متشکرم و سلام خدمت شما و تمام عزیزان. البته بازی خوب بود. گفتم ما اکثر بازی‌ها رو خوب بازی می‌کردیم، متاسفانه نتیجه نمی‌گرفتیم. این بارم بچه‌ها واقعا خوب بازی کردن، به خصوص نیمه دوم موقعیت‌های بیشماری رو ما نصیبمون شد که متاسفانه بازم عدم گلزنی داشتیم. امیدوارم که این نقیصه هم واقعا برطرف بشه و خدا هم به ما کمک بکنه. من هیچ موقع خداوکیلی خدا رو فراموش نمی‌کنم، چون هیچ موقع اهل دغل و کینه و دشمنی نیستم. به این دلیل میدونم که خدا به من کمک میکنه و این دفعه کمکم کرد. خسته نباشید شما. خیلی ممنون. اولین حضور شما در تیم استقلال رشت توأم شد با بازی خوب شما و گلی که به ثمر رسید. در این زمینه صحبت میکنید؟ زحمت تمام بچه‌ها بود. ناصرخان خیلی واسمون زحمت کشید. این هفته تمرین خیلی مشکل داشتیم. با زحمت و همت بچه‌ها تونستیم بازی رو ببریم. حسن قربان شما، خیلی ممنون. یه گل رو به ثمر رسوندی و در چند موقعیت خوب گل هم قرار گرفتی و گلسازی هم کردی. صحبت کن بازی رو چطور دیدی؟ والا من خدمت رو عرض کنم که به هر حال ما شرمنده مردمیم. بعد از 12 هفته اولین پیروزیمون رو آوردیم و این چند بازی قبلم واقعا ما تیممون خوب بازی می‌کرد. منتها این استرسی که برد نداشت تیممون و یه مقدار کم گل می‌زدیم، این استرس واقعا تو تیم ما غالب شد، هم دفاع هم دروازه‌بان، و نمیتونستیم عامل یه مقدار موفقیت. امروز دیگه بعد گل دوم بچه‌ها دیدن چه بازی روونی انجام دادن.